با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزش شهر بختر، مؤسسه دولتی مکتب ورزشی طبق نقشه چورابینی در گلگشت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک کارمندان تشکیلات مؤسسه، ورزشکاران و نورسان و جوانان شهر زیر عنوان زیبایی، توانایی و دانایی از ورزش است مشق پگاه روزی و سالمگردانی دایر گردید. اشتراکداران جمع آمد زیر فضای آرام و آسوده وطن مشق‌های ورزشی سبک را با توصیه مربی ساحه اجرا نموده برگزاری چنین چورابینی‌های ورزشی را در ترغیب طرز حیات سالم، جلب بیشتر نورسان و جوانان به ورزش و تحکیم دوستی و رفاقت بین آنها مهم ارزیابی نمودند. می‌نداری خدا با اساسگذار صلح و وحدت محترم جناب عالی می‌رسانیم که خیلی به همگان معلوم است ما ورزشکاران را خیلی دستگیری زیاد می‌کند که این باعث افتخار است که در چنین دولت تنجی و امانی ما زندگی داریم و دلخواه در مسابقات بیرون از کشور رفته پرچم دولت خود را بلند می‌برداریم. ما ورزشکاران هر هفته روز شنبه برای جلب نمودن اهالی شهر بختر و نسل نورس مشق پگاه روزی برگزار می‌کنیم که اهالی شهر بختر آماده برای طرز سالم خود را آب و تاب دهند. ساحه تربیت جسمانی و ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی محسوب یافته. آن محض به خاطر تامین عمومیت تربیت جسمانی و ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده‌کنی ورزشکاران کسبی برای اشتراک در مسابقه‌های با نفوذ جمهوریوی و بین‌المللی به حساب می‌رود. در زمان صاحب استقلالی کشور چون دیگر شهر و نواحی مملکت در شهر بختر نیز به این ساحه توجه مخصوص روانه گردیده. حالا در شهر مؤسسه دولتی مکتب ورزشی، 3 ورزشگاه، 32 تالار ورزشی، 98 میدانچه ورزشی، 2 میدان تنیس و 2 حوض شناوری در استفاده عموم میباشند که در آنها 23 مربی از روی 13 نمود ورزش به نورسان و جوانان تمرین میدهند. سال روان ورزشکاران شهر با 5 مسابقه بین‌المللی و 21 مسابقه جمهوریوی سفربر گردیده توانستند 167 مدال از جمله 65 مدال طلا، 51 مدال نقره و 51 مدال برنجی را به دست بیارند. دایره برنامه‌های رشد تربیت جسمانی در شهر بختر برای سال‌های 2022-2026 همزمان برنامه رشد فوتبال در شهر بختر برای سال‌های 2022-2026 ما در شهر یک قطار چورابینی‌های ورزشی را برگزار می‌نماییم. همزمان در دایره نقشه چورابینی بخشیده به استقبال جشن استقلال دولتی و دستگیری‌های بی‌واسطه محترم رئیس شهر بختر یک قطار چورابینی‌های ورزشی با شکوه برگزار کرده شد و ورزشکاران شهر بختر باشد تا امروز در زیاده از 26 مسابقه‌های جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک فراوان نموده سزاوار 167 مدال گردیدند که از این 65 مدال طلا است. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند ملت تاجیک هنوز در زمانهای قدیم با آیین‌های جوانمردی و پهلوانی معروف بود. امروز هم ورزشکاران تاجیک با اشتراک فعالانه خود نفوذ و اعتبار سرزمین صاحب استقلال ما را بلند برداشته تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی به طور شایسته معرفی کرده ایستادند. در زمینه سیاست ورزش پرورانه پیشوای ملت با مقصد رشد و عمومیت بیشتر ورزش و ترغیب طرز حیات سالم طبق نقشه چورابینی‌ها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در حدود شهر زیاده از 30 عدد میدانچه نوی ورزشی و بازی کودکان بنیاد گردد که تا به امروز 5 عدد آن به استفاده داده شده است. مسئولین اطمینان می‌دهند که با مهیا گردیدن چنین شرایط و امکانیت‌ها شماره مشق ورزان افزون گردیده دستاوردهای ورزشی نیز بهتر و خوبتر می‌گردد. جمعه خان باباخانزاده عبدالله ریایف نمازلی ارگش، شهر بختر، اخبار.